اول از همه که من یاسینم. من سلام. خب الان اومدیم با هم دیگه یک مسیر رو شروع کنیم، با هم دیگه یعنی یک کاری بکنیم. چی کار می‌خوایم بکنیم؟ ما داریم هر روزمون رو به بتالت میگذرونیم. دیگه منم همینطور. میدونم خبر دارم. بعد برنامه‌ریزی نداریم، اصلا هیچ کار نمی‌کنیم، همش یه جا افتادیم رفتیم تو گوش. حالا می‌خوایم اینجا چیکار کنیم؟ با هم دیگه اینا رو برطرف کنیم. یه کار دیگه هم می‌خوایم بکنیم و کنار هم رشد کنیم. غیر از رشد کردن می‌خوایم با هم من مثلا کردم. نه ببخشید. غیر از رشد کردن می‌خوایم با هم یاد بگیریم. مثلا من تو حوزه برنامه‌نویسی و یادگیری کامپیوتر خوشم، توسعه فردی خوشم میاد. سنواز تو چیز خوشت میاد؟ من شاخه‌های هنر. آفرین، شاخه‌های هنری دوست داری؟ دیگه چی؟ مثل توی همون هنر چی هست؟ نقاشی، ادیت، بازیگری، اینا رو دوست دارم. فقط در همین حد گفتم که بدونیم میخوایم چیکار کنیم. بعدم اینکه میخوایم مثلا حالت مثل چند تا رفیق یه خانواده باشیم که با هم میخوان رشد کنن و خودشون توسعه بدن. به قول همون اسم کانالمون که کیورسه، انگار حالت جهان حل مشکلات. جهان حل مشکلاته. یعنی کلیدهای مختلف پیدا کنیم، این قفل مشکلامون رو باز کنیم، با هم دیگه رشد کنیم، با هم عمل کنیم، با هم به سوی موفقیت پیش بریم. موفقیت همینقدر بسه و الان وقت خداحافظیه. پس خداحافظ. خداحافظ. پولیدی صندلیم رد نمیره. بولیه. خداحافظ.